بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام خدمتتون بادکش گرم یا همون جاندازی ناف به روش بادکش گرم رو توضیح بدیم. یه لیوان روحی میخواین یا یه دیزی دهن بزرگ، حالا این دهنش باز نسبت برسه که استاندارد کوچیک‌تره. سه که نیاز داریم: یه دونه اسپری الکل 99%، یه لیوان و روغن زیتون. برای کسی که بادکش میکنه باید زانوهاش حتما خم باشه. آره کامل حالت خم که کف رو بگیره زمین. روغن زیتون رو روی شکم میز اینجوری که یه سطح نازک از روغن زیتون روی شکم رو بپوشونه. مثلا هنوز کمه. روغن زیتون رو میریزیم که یه لایه نازک رو شکل بده. اگر که حرارت به پوست شکم خورد، پوست شکم آسیب نبینه. و از چند ثانیه فقط چربش میکنیم. یه اسپری رو انتخاب بکن. حالا اون تکه بادکشی که گذاشتیم توی سایت اسپریش مهپاشه، یعنی گرد میکنه توی لیوانتون. برای اینکه اول گرم بشه و یه مکش 100% رو ایجاد بکنه، اول یه مقداری اسپری میکنه، آتش میزنیم که گرم بشه. خاموش که شد، دوباره بلوش 3 تا 4 تا اسپری میزنید و آتش میزنید. بلا فاصله باید بندازید. سرعت عمل خیلی مهمه. این باعث میشه که پوست آسیب نبینه. 15 دقیقه تو همین وضعیت میمونه. بعد با گذاشتن انگشت لبه لیوان و ورود هوا به داخلش خلا رو از بین میبرد و برش می‌دارید. بهتره تا 2 هفته و صبح ناشتا این تکرار بشه. اگه کسی میخواد لاغر بشه، این کار رو باید آخر شب ها انجام بدن و حتما شامشون رو سر شب خورده باشن. این شیشه بعد از ظهر شام رو میل میکنن، ساعتی مثلا 9:30 که میخوان استراحت بکنن، این بادکش رو انجام میدن. اشتهای ظهر رو کامل حذف میکنن.